يا رسول الله وقدوتنا. در حدیث آمده است که خداوند ملک الموت را فرستاد تا جان فرزند از بنده اش را بگیرد. بعد از گرفتن جان فرزندش این بنده ناراضگی به تقدیر بیان نکرد. الله از ملک الموت پرسید: رفته جان فرزند فلان بندم را گرفتی؟ گفت: بله یا رب، خودت مرا به این کار امر کردی. الله گفت: میوه دلش را گرفتی؟ ملک الموت گفت: بله یا رب، خودت به این کار مرا فرستاندی. الله پرسید: بنده ای من چی گفت؟ ملک الموت گفت: بنده ات گفت الحمدلله یا رب، راضی به رضای تو یا رب، شکر تو یا رب. الله پرسید: باز چی گفت؟ گفت: انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از الله هستیم و به سوی او باز می گردیم. الله گفت: در قلب بهشت برای این بنده شکرگزارم خانه درست کنید و آن را خانه بنده شکرگزار نام بمانید. بله برادران عزیزم، انسان دو تا بال دارد، یکی بال شکر یعنی شکر به نعمتهای خدا و دیگر بال صبر یعنی صبر بر آزمایش ها و مصیبت ها. همیشه با این دو بال پرواز کنیم، بال شکسته مباشیم. وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى من أصلح.